من صابر ابر هستم، در این فصل میزبان شما، که البته میزبان اصلی خود شما. گل یا پوچ؟ جواب همیشه راحت نیست. عین خود زندگی خیلی قابل پیش بینی نیست و این غیر قابل پیش بینی بودنشه که لذت بخشش میکنه. گل یا پوچ بازی لحظه است، بازی آنه، بازی وقت. گل یا پوچ دیگه فقط یه رقابت نیست، گل یا پوچ یه داستانه و من خیلی خوشحالم که شما قراره تو این داستان ما رو همراهی کنید. قراره با هم رقص دست‌ها رو ببینیم، قراره بردها رو بشماریم و هزار قرار که الان قراری براش نیست. خوشحالم که کنار شما.